فیض‌آباد با دانشمندان، عالمان، شخصان عرفانی خود فرق کننده می باشد و یکی از چنین دانشمند، عالم، فیلسوف و شخص عرفانی خواجه حاتم اصم می باشد که مقبرش در ناحیه فیض‌آباد در دهه سرچشمه جایگیر است و عین حال ما قرار داریم در نزدیکی این مقبره. موضوعهای سیاحی تاریخی از جمله مقبره خواجه حاتم اصم و دیگر موضوعهای سیاحی